حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی برادرت هارون بگیر به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظا است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم درشت معامله نکن. ولی بسیاری پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درشت استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، حالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون را برو. گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم اینکه مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارى. من که پروردگار تو هستم، رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این مژده را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و اون راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد. موسی گفت من قوه هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش در وقت چاش گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدهار میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید موسی.
گفت نه شما شروع کنین، هر چی دارین گفت شروع کنین. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردن. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب میآیی، بی پروا باش، عصا تا سر تگو. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آنچه که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد.